ابتدای کار من یه توضیح در مورد وسایل مورد نیاز بدم برای دوخت گن. مهمترین چیزی که ما لازم داریم برای دوخت گن پارچه گنی هست. بهتره که این پارچه مخصوص گن باشه. ببینید یه توریه که بافت خیلی فشرده‌ای داره که البته درجه 1 و 2 و 3 داره. من بهترین نوعش رو گرفتم، تراکم بالاش رو گرفتم. ببینید کشسانیش رو اونقدر کش نمیاد. کشسانیش رو ببینید چجوریه. شما میتونید با 1 متر و 10 سانت از این پارچه 3 تا شلوار بدوزین، 3 تا گن برای داخل شلوار بدوزین. وسیله بعدی که مورد نیاز هست قزن هست. ببینید این قزن های متری، همه اینا توی بازار موجود هست. من هم پارچه گن رو و هم این رو آنلاین سفارش دادم. خب این قزن ها هم ببینید دقت بکنید فقط تور نرم داشته باشه. اینا یه سری هستن که تورشون یه خورده آهار داره، اون یه خورده اذیت میکنه، یه خورده زبره، ولی این تور خیلی نرمی داره. وسیله بعدی که مورد نیاز هست برای دوخت گن فنر هست. این فنرهای دوختنی. فنرهای دوختنی که باز این هم توی بازار موجود هست و خیلی راحت میتونید تهیه بکنید. خب برای حالا مراحل دوخت گن، همونطور که تو قسمت الگو کشی براتون توضیح دادم، ما 2 لایه داریم برای گن. یک لایه که به صورت ساده دوخته میشه. ببینید این یک لایه است که به صورت ساده دوخته میشه، برش میخوره و دوخته میشه، و قسمتی هست که دیده میشه داخل شلوار. یک لایه هم لایه‌ای که فنر دوخته میشه، فنر دوخته میشه بهش و قسمت داخل قرار میگیره، یعنی اینطوری میشه. ببینید قسمتی که فنر داره به سمت شلواره، قسمتی که ساده است به سمت بدن است. من توضیحات مراحل دوخت گن رو شفاهی براتون میگم و در ادامه دوخت فنر و دوخت قزن رو آموزشش رو براتون قرار میدم. خب شروع کارمون با برشه که یک بار از روی الگو ساده برش میزنیم، یک بار الگوها رو جدا میکنیم. آموزشش کامل توی قسمت الگو سازی هست. الگوها رو جدا میکنیم و با فاصله 3 سانت میذاریم روی پارچه و برش میزنیم. اگر که بخواین زیپ قسمت جلوی شلوار باشه، قسمت جلو رو دولای باز میذاریم، قسمت پشت رو دولای بسته. اما اگه میخواین زیپ قسمت پشت باشه، که من این کارو کردم، زیپ رو گذاشتم قسمت پشت رو روی دولای باز میذاریم و جلو رو روی دولای بسته. دولای بسته واسه قسمتی که قرار فنر بخوره با 1.5 سانت فاصله، که قسمت وسط جلو هم یه فنر داشته باشیم. بعد از برش نوبت میرسه به دوخت. دوخت رو میتونید با دوخت فنرها شروع بکنید که بعد از صحبت‌های من آموزشش رو براتون میذارم. بعد از اینکه فنرها رو دوختین، قسمت بالا و پایین رو با بست فیکس میکنیم که فنرها تکون نخوره. بعد پهلو رو میدوزیم، هم پهلوی قسمتی که ساده هست هم قسمتی که فنر داره. بعد از اینکه پهلو رو دوختین، ما تو قسمت پهلو هم 1.5 سانت زاپاس گذاشتیم. میایید دقیقاً مطابق با دوخت فنر که بهتون آموزش میدم تو قسمت پهلوها هم فنر میذاریم. بعد پهلوی قسمتی که فنر نداره هم میدوزیم. وقتی که دیگه این گن کامل یه تیکه شد، یعنی ما الان یه دونه جدا فنر خورده داریم، یه دونه جدا ساده داریم، میایم اولین مرحله قسمت پایین رو میدوزیم. قسمت پایین رو میدوزیم، دوخت نیش میزنیم، دوخت نیش میفته رو قسمتی که فنر داره. دقت بکنید. بعد میایم دیواره ها رو میدوزیم. بعد از اینکه پایین رو دوختیم، دیواره ها رو میدوزیم، کارو برمیگردونیم، اتو میزنیم. انحنای فنر اگه روی کار بود با اتو رفع میکنیم. بعد قزن میدوزیم براش. بعد از اینکه قزن دوختیم، قسمت بالا رو چک میکنیم، چون که این دوتا قسمت به هم دوخته ممکنه که یه خورده حالا بالا پایین شده باشه کار. قسمت کمر رو چک میکنیم و یه دوخت ساده میزنیم. گنمون آماده میشه برای وصل شدن به شلوار. خود شلوار رو هم تا این مرحله، یعنی کامل شلوار رو میدوزیم.
زیپ، حالا قسمت پشت هست یا جلو، زیپ هم وصل میکنیم و گن آماده میشه برای وصل شدن به شلوار. دو حالت داره قسمت کمر، یا ما کمری جدا میخوایم به کار بدوزیم که همون ابتدای کار موقع الگو کشی پهنای کمر رو کم میکنیم از الگو. موقع الگو کشی همون ابتدای کار موقع الگو کشی پهنای کمر رو از الگو کشی پهنای کمر رو از کار کم میکنیم، از الگو کم میکنیم. اما نه، اگه مثل من خواستیم که کمر جدا ندوزیم، دیگه همون الگو رو استفاده میکنیم و برش میزنیم. در ادامه دوخت فنر رو براتون آموزشش رو قرار میدم و در نهایت هم وصل شدن گن به شلوار رو آموزشش رو خواهید دید. امیدوارم که این آموزش براتون مفید باشه و بهره کافی رو ازش ببرید. بریم برای دیدن آموزش نحوه دوختن فنر، غزن و وصلش به شلوار. اولین مرحله برای دوخت گن به این شکل هستش که شما باید اول قسمت هایی که مربوط به فنر هستش رو آماده بکنید. به این شکل که تمام الگوها رو از روی کار بر می دارید. بعد از اینکه الگوها رو برداشتم، از یک طرف شروع می کنم، خطها رو روی همدیگه قرار میدم، سوزن میزنم و میدوزم. خیلی دقت کنید که حتما خطها دقیقاً مماس روی همدیگه باشن. به همین ترتیب تمام این قسمت ها رو روی همدیگه قرار میدم و میدوزم. بعد از اینکه این درس ها رو دوختین، حالا باید به این شکل تا بکنین، از این قسمت قیچی بزنید و از زاپاس یک طرف رو به حداقل برسونید. یک و نیم سانت از بالا و یک و نیم سانت از پایین وارد بشین، علامت بزنید تا کارتون رو بتونید دقیق تر انجام بدین. این قسمتی که زاپاس کمی براش باقی مونده بره بیاد روی فنر رو قشنگ بذارین بیخ دوختتون و زاپاس بزرگه رو برگردونید روش. برای دوخت این قسمت شما هم میتونید از پایه یک طرفه استفاده بکنید، هم میتونید از پایه دوخت نیش استفاده بکنید که من از پایه دوخت نیش استفاده کردم. زمانی که دارید میدوزیدم حتما حواستون باشه که به هیچ عنوان روی فنر نرید و روی فنر دوخت نخوره. من قسمت داخلی گن و روی گن رو روی همدیگه قرار دادم، از پایین سوزن زدم، از پهلوها هم همینطور ثابت کردم، سوزن زدم. که حالا قسمت پایین گن رو میدوزم. سوزنا رو برمیدارم، کار رو برمیگردونم، دیواره گن که همون وسط پشت کار هست رو به این شکل
اندازه اضافاتی که براش در نظر گرفته شده میدوزم و اتو میزنم. قزن رو اتو زدم. قسمت پایینش هم یه دونه اضافه داشت، اون رو در آوردم و زمانی که داشتم اتو میکردم پایین قزن رو هم به این شکل برگردوندم و اتو زدم که تمیزکاری پایین کار بهتر انجام بشه. وقتی که میخوایم نوار قزنی این سمت رو بدوزیم، برای اینکه این قزن‌ها توی یک راستا باشن و کمر گن بالا و پایین نشه، بهتره که اول قزن‌ها رو ببندیم تا خیالتون راحت بشه که این قزن‌ها توی یک راستا هستن و سر جای خودشون هستن. بعد طرف مقابل گن رو بیارید و تنظیم بکنید جاش رو با قزن‌ها. دوخت گن تموم شد، دوخت گن ما آماده است. شلوارم به این مرحله از کار رسوندم، زیپش هم دوختم و حالا باید گن به شلوار وصل بشه. الان دیگه مثل یه پارچه معمولی میتونید با گن برخورد کنید. زمانی که میخواین گن رو داخل شلوار بذارید، به این موضوع توجه بکنید که داخل گن، یعنی قسمتی که از گن که قرار دیده نشه و فنرها رو دارید میبینید، باید به سمت خودتون باشه و شلوار باید روش به سمت خودتون باشه. پس گن پشتش رو میبینید و شلوار قسمت جلوی شلوار رو میبینید. گن رو به این شکل داخل شلوار بذارید. به این صورت وقتی که گن کمرش به کمر شلوار شما وصل میشه، شما دیگه داخل فنرها رو نمیبینید. حالا شما باید کمر شلوار و گن رو توی یک راستا قرار بدین و سوزن بزنید، فیکسش بکنید و بدوزید. منتهاش چند تا مسئله هست که باید بهش توجه بکنید. اولا این گن ممکنه که قزناش این پایین میشن توی تن، این قسمت ممکنه که برآمدگی ایجاد بکنه و همین خاطر ما قزنها رو برای پشت شلوار طراحی کردیم که شما این کار رو میتونید برای قسمت جلوی شلوار هم طراحیش بکنید. مسئله دیگه این هستش که شما باید این لبه های قزن و قسمتی رو که قسمتی که زیپ دوختین رو توی یک راستا قرار بدین و بدوزین. برای این کار شما میتونین قزن‌ها رو ببندین که دقت کارتون بیشتر بشه. بعد زیپ رو هم به همین شکل ببندین و این دو قسمت رو به این شکل لب به لب هم دیگه قرار بدین، سوزن بزنید. کار که فیکس شد، بالای کمر رو بدوزید. اگه این کار رو انجام ندید ممکنه که بعد از اینکه دوختین یک مقدار خود شلوار آزادتر باشه، اینجا اضافه بیاره یا از پشت قزن اضافه بیاره و اذیتتون بکنه. پس حتما قزن‌ها رو ببندین، زیپ رو هم ببندین، بعد کمرها رو روی هم دیگه ثابت بکنید. این ترتیب شما تا انتها، یعنی دور تا دور، کمر رو فیکس میکنین و این قسمت یه دوخت 1 سانتیمتری دور تا دور میزنید. کمر گن و شلوار رو توی یک راستا قرار دادم و سوزن زدم. فقط یه نکته ای رو باید براتون بگم، این که وقتی شما گن رو میبندین، این توی تحت فشار قرار میگیره. بین دو تا لبه‌ای که شما به هم دیگه میبندین گن رو، اندازه نیم سانت کار باز میشه. این نیم سانت رو شما باید بیاین تو این قسمت زیپ جبرانش بکنید به این شکل که یک مقدار از این لبه بدین جلوتر کارتون رو، که وقتی زیپ رو میبندین این قسمت بغ وای نیسته.